گفته که اسفندیار رو روی این تن رو بکش، یه جام گفتی سام رو بکش. ما شبهای اول اردیبهشت ماه تا 25م لایوایی که داشتیم کارهای شاهنامه ای انجام میدادیم. هر حرف حروف الفبا رو بر اساس یکی از داستانها و کاراکترهای شاهنامه کار میکردیم. الان مثلا همین داستان گردآفرید و افتادن کلاه خودش از سر و بلند شدن موهاش و اینکه لحظه‌ای که سهراب متوجه میشه که داره با یه دختر میجنگه رو برای حرف گاف کار کردیم. برای حرف نون همچون نوشین روان از داستانهای شاهنامه داستان آخر زندگی خسروی انوشیروان رو کار کردیم. جایی که بودجه کم میاره میفرسته دنبال چند نفر که برن از مردم وام بگیرن و یک کفشگری به این شرط که بچهش اجازه درس خوندن داشته باشه هزینه کل سپاه رو میخواد بده، که پادشاه میگه که چه غلط ها رعیت رو چه به درس خوندن و ثروتش رو پس میده بهش و میگه من نخواستم از کفشگرها هیچ وامی بگیرم. یا برای حرف ف همچون فرانک داستان فریدون کوچک رو کار کردیم و مادرش فرانک، عکس فریدون بزرگ رو میبینید که بعدم میجنگه با ضحاک، و فرانکی که بچه رو میبره با گاو برمایه بزرگ میکنه و بعدا ضحاک اون گاو رو میکشه و هم گاو میشه گرز فریدون برای جنگیدن با ضحاک. یا برای حرف ر همچون رودابه داستان زال و رودابه رو کار کردیم. در واقع زال اسم بیماریشه، اسم خودش دستانه. دستان وقتی میخواد قرار بذاره با رودابه و اونو ببینه، رودابه از بالای کاخش از بالای برج موهای بلندش رو میندازه تا زال اونا رو بگیره و بیاد بالا، ولی زال با خودش یه چنگکی آورده، مو چنگک رو میندازه موهای رودابه رو در آغوش میگیره و اینجوری به بالای قلعه میره. یا برای حرف سین همچون سیاوش داستان گذشتن سیاوش از دل آتش رو کار کردیم. اینا کارهای شاهنامه‌ای بود که این چند وقته انجام دادیم. به هر حال همون چیزایی که توی تصویر تایم لپسشو میبینید هم کارهایی که این پایین میبینید بر اساس پیشنهاداتتون بوده، ولی تعداد زیادی از حروف کار کردیم. یه تعدادیشو اینجا تایم لپسشو دارم بهتون نشون میدم دیگه، بقیهشون رو هم روی کانال گذاشتیم. راستی کانال ها رو هم فالو کنید، فایل ها رو اونجا هم میذاریم ها.